اگر چنانچه دو نفر که با هم بناس همکاری کنند یکی از آنها بنا بگذارد که طرف مقابل میخواد از پشت خنجر به او بزنه، این تعامل نمیشه. تعامل بر مبنای سوء ظن ممکن نیست. اینی که ما طرف مقابل را متهم کنیم از اول که این بناش بر فلان کار خلافه یا بناش بر نمیدونم خیانت، این نمیشه. تعامل که میگیم معناش این نیست که بین نماینده و بین وزیر یک نوع گروکشی انجام بگیره، بگه ول کن تا ول کنم. مثلا متقابلا هم نگاه تحقیر و اهانت و ریش دست منه و پدرتو در میارم هم نباید داشت. آدم میترسه دشمنی باشه همدلی نباشه.